نام خدا سامانه جامع اطلاعات مشتریان که آن را به اختصار سجام مینامند چیست؟ سامانه سجام که توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار راه اندازی شده است، یک پورتال جامع اطلاعاتی یک پارچه از مشتریان، کارگزاری‌ها و بانک‌ها میباشد. ورود به سامانه سجام به آدرس اینترنتی sajam.ir. جهت ثبت نام. اولیه در سامانه سجام از طریق گزینه ثبت نام باید اقدام شود. به همین منظور روی گزینه ثبت نام کلیک کنید. مجدد روی گزینه ثبت نام در سجام کلیک کنید. شماره تلفن همراه خود را بدون صفر اول آن در کادر وارد کنید. توجه داشته باشید که شماره همراه حتما به نام فرد متقاضی باشد. سپس کد امنیتی نمایش داده شده رو در کادر وارد کنید. گزینه دریافت کد تایید را بزنید تا کد تایید به شماره همراه شما ارسال شود. کد دریافت شده رو در کادر وارد کنید. بسته به نوع شخصیت حقیقی یا حقوقی مشتری گزینه مورد نظر را انتخاب کنید. کد ملی فرد متقاضی رو وارد کنید و گزینه تایید رو بزنید. در این مرحله شما باید هزینه و کارمزد سامانه رو پرداخت کنید. برای این کار روی گزینه پرداخت کلیک کنید. یکی از درگاه‌های بانکی را انتخاب کنید و مجدد روی گزینه پرداخت کلیک کنید. شماره کارت بانکی را به همراه کد CVV2 و تاریخ انقضا وارد نمایید و گزینه دریافت رمز پویا را بزنید. پس از دریافت رمز، آن را در کادر رمز اینترنتی وارد کنید و روی دکمه پرداخت کلیک نمایید. عملیات پرداخت با موفقیت انجام شد. جهت ادامه مراحل ثبت نام روی این گزینه کلیک کنید. آنطور که مشاهده می کنید، باید اطلاعات هویتی کامل فرد متقاضی رو تکمیل نمایید. نام و نام خانوادگی، تاریخ تولد، جنسیت، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور، محل تولد و در انتها سریال شناسنامه رو وارد کنید. گزینه ادامه مرحله بعد رو بزنید. شرایط نماینده. اگر فرد متقاضی بالای 18 سال سن دارد، گزینه اصیل را انتخاب نمایید. اما اگر فرد نماینده قانونی است، باید گزینه نماینده قانونی را انتخاب کنید. برای مثال، پدر فرزند می تواند نماینده قانونی فرزندان زیر 18 سال خود باشد. در این مرحله شما باید اطلاعات ارتباطی خود را وارد کنید. نام کشور، نام استان، نام شهر، نام خیابان، نام کوچه و پلاک، همچنین کد پستی منزل، شماره تلفن ثابت را باید ثبت کنید. و گزینه تایید ادامه مرحله بعد را بزنید. این مرحله برای تمام اشخاص حقیقی ضروری نیست و دکمه تایید و ادامه مرحله بعد رو کلیک کنید تا به مرحله بعدی بروید. این مرحله شامل اطلاعات شغلی فرد متقاضی می باشد. عنوان شغل، آدرس، شماره تلفن ثابت،
کد پستی، پست الکترونیک. متقاضی باید یک حساب بانکی به همراه مشخصات حساب معرفی نماید که این اطلاعات شامل نام شعبه، کد شعبه استان و شهر شعبه، نوع حساب، شماره شبا می باشد. نام متقاضی به پایان رسید. بعد از ثبت اطلاعات و تایید آنها، مشخصات متقاضی جهت بررسی به سمت سامانه سجام ارسال می شود و در صورت تایید از سمت سامانه برای متقاضی یک کد رهگیری صادر خواهد شد. متقاضی به وسیله این کد رهگیری باید جهت انجام احراز هویت خود اقدام نماید. جهت احراز هویت متقاضی باید به یکی از دفاتر پیشخوان سراسر کشور مراجعه نماید یا به صورت غیر حضوری از طریق سامانه ها و اپ ها اقدام نماید.